سال 1992 و ما تو شهر گرندبی کلرادویم. قراره تو این شهر یک حراجی برگزار بشه و تعدادی زمین با چوب زدن فروخته بشه. یکی از زمین‌هایی که اون روز می‌خواست به حراجی گذاشته بشه، یک زمین 1 هکتاری خالی بود. یک سرمایه‌دار به نام کودی دوچف تو این حراجی شرکت کرده بود و هدفش هم این بود که این زمینه رو بخره. دوچف برنامه داشت که تو این زمین یک کارخونه سیمان بزنه. فکر نمی‌کرد که کسی دیگه هم بخواد بیاد روی این زمین. اما دید یه نفر دیگه هم طالبه که اینو بخره. شخصی به اسم ماروین هیمایر. این دوتا قیمت زمین رو میبرن بالاتر و بالاتر تا اینکه بالاخره روی $42,000 ماروین برنده میشه. ماروین با این کارش باعث شده بود کودی دوچف سرمایه‌دار که فقط برای این زمین اومده بود تو حراجی نتونه اینو بخره. دوچف خیلی ناراحت میشه. ماروین دیگه زمین رو خریده بوده. میاد تو زمین یک 4 دیواری درست میکنه، یک سالن هم میزنه و تبدیلش میکنه به اگزوز سازی و جوشکاری. اما از اون طرف دوچف حسابی دنبال این زمینه. برای همین بعد از چند وقت میاد سراغ ماروین. میاد میگه چقدر رو این زمین میگیری اینجا رو بدی به من؟ اون میگه هیچی، اینجا رو میخوامش. دوچف میگه من حاضرم $60,000 بهت بدم. ماروین هم گفت نه، نمیفروشم. دوچف یکی از پولدارترین و با نفوذترین خانواده‌های کلرادو بود و ماروین اونها رو عصبانی کرده بود. دوچف زمین‌های اطراف ماروین رو میخره و در کنار دست ماروین یک کارخونه سیمان را میندازه. اما زمین ماروین یه جورایی موی دماغ این کارخونه سیمان بود. برای همین این دفعه دوچف با دست پرتر میاد و میاد به ماروین میگه $250,000 بهت میدم، برو. ماروین میگه نه، اگر $375,000 بهم بدی من میرم. اما بعد از اینکه دوچف اومد یک کمی فکر کنه، ماروین گفت نه، زیاد روی $375,000 فکر نکن. قیمت نهایی من $1,000,000. دوچف با این حرف ماروین خیلی عصبانی میشه. یعنی متوجه میشه این سر کارش گذاشته. برای همین پیش خودش میگه ادبت میکنم. هفته بعد یک نامه از شهرداری میرسه دست ماروین. تو نامه نوشته آقای ماروین، ساختمونی که شما اینجا ساختین درست به سیستم فاضلاب وصل نشده و باید این مشکل رو رفع کنید چون فاضلاب داره وارد زمین میشه. ماروین گفت باشه. بلند شد رفت شهرداری که ببینه باید چیکار کنه. اون رفت شهرداری و گفت باید چیکار کنم. اونا گفتن این لیست کارهاییه که شما باید انجام بدین. حتی باید لوله فاضلاب خیابونش هم عوض میکرد. یه چیزی حدود $100,000 هزینه بود. اون میگه نه، با این قیمتا نمیتونم درست کنم. من میرم اداره فاضلاب ببینم چی میگن. هفته دیگه بلند میشه میره شرکت فاضلاب. شرکت فاضلاب یک رئیس داشته. رئیسش کیه؟ این آقا ران تامسون که دوست صمیمی کودی دوچفه و بدتر از این آقا برادر شهردارم هست، دیک تامسون. در هر صورت ماروین به اداره فاضلاب گفت من باید چیکار کنم. همین تامسون اومد بهش گفت شهرداری درست میگه، شما کمتر از $90,000 نمیتونید این مشکل رو حل کنید. ماروین اصلا گیج شده بود. کل این زمین رو خریده بود $42,000. اصلا $90,000 نداشت که خرجش بکنه. برای همین بلش کرد. نامه بعد نامه از شهرداری میاد که باید درست کنی. اما چون تو حسابش پول نبود، میتونست طبق قانون این اخطارها رو بندازه عقب. ماروین چند سال این اخطارها رو میندازه عقب تا اینکه میرسیم به سال 1998. کارخونه سیمان دوچف تصمیم گرفته یه مقدار خودش رو توسعه بده. برای همین اومدن درست لب مرز زمین ماروین شروع کردن به ساخت و ساز. شهرداری یک مشکل دیگه هم برای ماروین به وجود آورده بود. بهانه کرده بود که فاضلاب اینجا درست کشیده نشده. برای همین نصف راه ماروین رو بسته بودن که مشتری نتونه بیاد وارد زمین بشه. ماروین میگه خیلی خوب، بذار اینها این راهو ببندن. خودم یک راه از طرف چپ درست میکنم و میرم تو اون جاده اونوریه. برای همین میره یک بولدیزر کوماتسو 355 میخره.
فردا پس فردا بولدیزر رو میندازه که جاده بسازه. شهرداری میاد میگه آقا داری چیکار میکنی؟ مگه اینجا شهر هرته؟ میخوای برای خودت جاده درست کنی؟ نمیشه. دوباره 4 سال میگذره و مشتری نمیتونه وارد کارگاه مارون بشه. فقط تک و توک میان ولی کافی نیست. میرسیم به سال 2002 و مارون از جاش تکون نمیخوره. اما تو این سال شهرداری یک دسیسه دیگه درست میکنه. یک نامه میزنه به مارون و میگه به دلیل اینکه شما 10 ساله به فاضلاب مرکزی وصل نیستی، باید این کارگاه تو ببندی و جواز کسبت باطل شده. اگر به کار ادامه بدی، روزی $100 باید جریمه بدی. مارون پیش خودش فکر کرد و گفت میرم یک وکیل میگیرم و از شهرداری شکایت میکنم. اون کلی هزینه وکیل داد، اما نفوذ دوچف تو این شهر خیلی بیشتر از این حرفا بود و مارون نتونست کاری از پیش ببره. تازه یک جریمه جدیدم براش نوشتن. گفتن چرا تو زمین ماشین‌های قراضه پارک کردی؟ اول از این جواز اوراق فروشی نداری. دوم از این داری محیط زیست رو آلوده میکنی. این ماشین‌های قراضه روغناش میریزه رو زمین و نفوذ میکنه به خاک. چند هزار دلار قبض جریمه هم اینجوری میاد. شهر گرنبی که این داستان داره توش اتفاق میفته، یک روزنامه هم داشت. اون روزنامه هم با مارون چپ افتاد و طوری تو این روزنامه وانمود کردن که مارون یک آدم بده و میخواد جلوی کار کارخونه سیمان دوچف رو بگیره و به اقتصاد شهر صدمه بزنه. مارون حسابی گرفتار شده بود. نمیتونست کسب و کارش رو ادامه بده و نه پولی داشت که بتونه این هزینه ها رو بده. برای همین روز به روز بدهکارتر شد. بدهی هایی که بیشترش این جریمه ها بود. مارون دیگه باور کرده بود که این شهر با تمام مسئولانش دشمن اونن. جون مارون دیگه به لبش رسیده بود. اون یک نگاه به کارگاهش میکنه و چشمش میخوره به این هیولایی که خریده بود. کوماتسو D355. سرشو میگردونه به این طرف. چشمش میخوره به ابزارهایی که تو کارگاه داره و نذاشتن اصلا استفاده بکنه. اون افتاد به جون بولدیزرش. ورقهای ضخیم فولادی رو داخل بولدیزر جوش داد و طوری قرار داد که وسطش بتون بریزه. دور تا دور اتاق فولادی بتون آرمه‌ای که داشت میساخت، دوربین‌های کوچیک کار گذاشت و داخل بولدیزر هم مانیتور، به طوری که وقتی تو این اتاق فولادی قرار میگیره دور تا دورش رو بتونه ببینه. اون بولدیزر رو تبدیل میکنه به یک قلعه متحرک. نمیتونیم بگیم مثل یک تانک، چون از تانک قوی تره. بولدیزر آماده میشه برای جنگ، اما قبل از اینکه کارو شروع کنه این نوار رو ضبط میکنه. I have had a perfect life up until 1999 when I found out what the Thompsons had done to me in 92. And I am not going to take it. And I have to use the resources that I have, the wherewithal that I have, the ability that I have, the knowledge that I have to make this right. I am not walking away from it. If I would have been married, had a family, you know, things may have gone different. But God built me for this job. 4 ژوئن سال 2004 و قراره این تانک دستساز مارون از آشیانش بیاد بیرون. حتی دستگاه جوشو برده بود داخل اتاق بولدیزر که وقتی نشست پشت فرمونش در ورودی هم از داخل کاملا جوشکاری بشه. یعنی هیچ راهی به داخل این بولدیزر وجود نداره. اولین هدف مارون بغل دستش بود، کارخونه سیمان کودی دوچف. گاز بولدیزر رو گرفت به طرف کارخونه و خیلی راحت تمام تأسیسات کارخونه رو نابود کرد. کودی دوچف دید وسیله‌ای که جلوی این بولدیزر رو بگیره نداره، اما یک اسکریپر اونجا داشت و گفت برو جلوش رو بگیر. اما اسکریپر اصلاً زورش به بولدیزر نمیرسه. ترتیب کارخونه سیمان که داده شد، مارون سر بولدیزر رو کج کرد به طرف شهرداری، دشمن شماره 2.
سازمانی که یه جورایی اونو بدبخت کرده بود. دشمن بعدی روزنامه شهر گرنبی. اون موقع موبایل ها دوربین آنچنانی که نداشتن، برای همین فیلم کمه. پلیس ها سعی میکردن جلوی بولدیزر رو بگیرن، اما هیچ کاری از دستشون بر نمیومد. به این تانکی که این ساخته بود اسلحه و فشنگ کارگر نمیشد. برای همین مارون راحت تو شهر داشت میچرخید. هر جایی که خوشش نمیومد میآورد پایین. یکی از پلیس ها از بولدیزر رفت بالا و رفت رو سقف که ببینه راه ورودی وجود داره یا نه. دید نه، همه جا بسته است. مسئولان شهر میبینن هیچ کاری نمیتونن بکنن. برای همین با فرماندار کلرادو تماس میگیرن و میگن یک همچین اتفاقی افتاده و ما کاری هم نمیتونیم بکنیم. فرماندار کلرادو سریع با گارد ملی آمریکا تماس میگیره و میگه هلیکوپترهای ضد تانک بفرستین تو شهر گرنبی، چون یک چیزی بدتر از تانک داره اینجا رو داغون میکنه. در نهایت خودشو میرسونه به خونه شهردار. اونجا هم یک حالی بهش میده و دوباره دور میزنه میاد به طرف مرکز شهر. تو مرکز شهر هم شروع میکنه مغازه پغازه ها رو خراب کردن تا اینکه وسط‌های یک ساختمون بولدیزر خاموش میشه و استارت هم میزنه روشن نمیشه. پلیسایی که اطراف بولدیزر بودن یه دفعه صدای یک تیر میشنون، صدایی که از داخل بولدیزر میومد. بعد از این شلیک همه چیز آروم میگیره. اونها متوجه میشن که مارون خودکشی کرد. اونها هر کاری کردن دیدن نمیتونن وارد بولدیزر بشن. برای همین ابزارالات مختلف آوردن که این بتونارمه رو بشکافن. خلاصه تا ساعت 2:30 شب طول میکشه که اینها یک راه باز کنن و برن داخل، جایی که جنازه مارون قرار داشت. مارون در عرض 2 ساعت بیشتر از 7 میلیون دلار خسارت بالا آورده بود، اما سعی کرده بود هیچ آدمی کشته نشه و موفقم شده بود. در اون موقعیت در تمام خبرگزاری‌های آمریکا خبر طوری پخش شد که مثلا مارون مقصر بوده، اون آدم بدی بوده، اون به کارخونه سیمان حسادت می‌کرده. اما هرچی از اون تاریخ زمان گذشت، بیگناهی مارون بیشتر نمایان شد و مردم آمریکا رفته رفته فهمیدن که مارون هیچ تقصیری نداشته. اون با یک شهرداری فاسد و یک همسایه بد روبرو شده بوده. کوچف به قدری آدم از خود راضی بود که زمینی که این خریده و نمیخواد بفروشه میخواد به زور ازش بگیره و اینو امروزه همه آمریکا میدونن و آدم بده شده کودی دوچف و همینطور شهر گرنبی.